با نام و یاد خدا. از اونجایی که پدیده یادگیری پیچیدگی‌های بسیاری داره، توجه به چند نکته در حین آموزش میتونه به ماندگاری یادگیری کمک کنه. یکی از نکات بسیار مهم اینه که اطلاعات جدیدی رو که میخوایم آموزش بدیم به اطلاعاتی که از قبل در ذهن یادگیرنده ثبت شده پیوند بزنیم. در این باره یکی از روانشناسان تربیتی معاصر به نام لی شولمن در کتابش با عنوان حکمت تمرین میگه اولین عامل تاثیرگذار در آموزش یک موضوع جدید کاری که معلم از نظر آموزشی انجام میده نیست، بلکه دانش موجود در ذهن دانش آموزه. به یاد بیاریم که در مغز برخلاف حافظه رایانه‌ای اطلاعات در واحدهای مجزا و مستقل مثل بیت و بایت نگهداری نمیشن، بلکه اطلاعات جدید به شکلی مرتبط و قابل استنتاج از اطلاعات وابسته و موجود در حافظه ضبط میشن. به عبارت دیگه اطلاعات جدید در ارتباط با سایر مفاهیم و تجارب موجود در ذهن ذخیره و بازیافت میشن. بر اساس همین سازوکار حافظه متوجه این نکته مهم میشیم که مطالب مورد آموزش باید به صورتی منظم، قاعده‌مند و قابل استنتاج از دانسته‌های قبلی به ذهن یادگیرنده منتقل بشن. یکی دیگه از نکات مهم در امر آموزش توجه به تفاوت‌های میان دانش آموزان از نظر توانایی گیرنده‌های حسی اونهاست که ایجاب میکنه محتوای آموزشی در قالب‌های مختلف رسانه‌ای تهیه و ارائه بشن که هم مناسب برای دریافت در مراکز شنیداری مغز باشن و هم مراکز دیداری. نکته مهم بعدی توجه به ظرفیت محدود حافظه کاری هست که دقت معلم در عدم تحمیل اطلاعاتی که به منزله بار اضافی برای حافظه کاری باشند رو ایجاب میکنه. برای آشنایی بیشتر با ظرفیت محدود حافظه کاری از شما میخوایم اعدادی که هر کدوم به مدت 8 ثانیه نمایش داده میشند رو به حافظه بسپارید و بعد از 4 ثانیه به خاطر بیارید. 34 90 71 34 90 71 95 47 13 58 95 47 13 58 59 36 92 90 27 59 36 92 90 27 احتمالاً متوجه شدین که دشواری حفظ اعداد به تعداد رقم‌های اون عدد بستگی داره. به طور متوسط، حافظه کاری یک فرد بالغ قابلیت ذخیره و تکرار 5 تا 9 واحد اطلاعاتی رو دارا هست. با این توضیح که هر واحد اطلاعاتی میتونه یک واژه، رقم، مفهوم و یا مجموعی از اونها باشه که برای حافظه کاری قابل دسترسی هست. همونطور که گفته شد، برای یادگیری ماندگار، تکرار بازیافت و ذخیره اطلاعات آموزش داده شده الزامیه. در اینجا توجه به این نکته ضروریه که بازیافت اطلاعات به دو شکل بازیافت با راهنمایی یا cued recall و یا بدون راهنمایی که به اون بازیافت آزاد یا free recall گفته میشه اتفاق میفته.
به عنوان مثال در بازیافت با راهنمایی دانش آموز نکات مهم درس رو یادداشت یا در کتاب علامت گذاری میکنه و برای به حافظه سپاری نکات یادداشت شده یا علامت گذاری شده رو چندین مرتبه از رو میخونه. در بازیافت آزاد دانش آموز سعی میکنه بدون نگاه کردن به نکات یادداشت شده اونها رو به خاطر بیاره و فقط بعد از تلاش کافی برای بازیافت نکات با اهمیت درسه که به یادداشت‌هاش نگاه میکنه تا از صحت بازیافت آزاد خودش اطمینان حاصل کنه. تحقیقات نشون دادن که بازیافت آزاد تأثیر مطلوبتری نسبت به بازیافت با راهنمایی در یادگیری داره. چرا که در بازیافت آزاد حافظه کاری بیشتر درگیر مرور اطلاعات مرتبط با موضوع یادگیری در حافظه بلند مدت میشه و این امر باعث تقویت شبکه‌های عصبی در حافظه میشه که تسهیل کننده بازیافت اطلاعات مورد یادگیری هستند. در استفاده از بازیافت آزاد باید دو نکته اساسی رو در نظر داشت. اول اینکه در این روش به زمان بیشتری برای دسترسی به اطلاعات نیاز هست و به همین دلیل دادن زمان بیشتر به دانش آموز برای بازیافت معلومات ضروریه. نکته دوم این که در بازیافت آزاد دادن بازخورد توسط معلم در مورد کیفیت اطلاعات بازیافت شده توسط دانش آموز نقشی بسیار پر اهمیت داره. هرچند در مورد ظرافت ارائه بازخورد به دانش آموز نکات زیادی وجود داره، ولی یکی از مهمترین شاخصه های یک بازخورد مفید اینه که مشکل دانش آموز رو به شکلی قابل فهم برای او بیان کنه و این همون کاریه که صرف کسر نمره یا کشیدن ضرب در یا نوشتن اینکه بیشتر تلاش کن بر روی تکالیف و برگه امتحانی دانش آموز انجام نمیده. یکی دیگه از روش‌های بسیار مؤثر در آموزش ایجاد شرایطیه که دانش آموز در مورد موضوع مورد یادگیری هرچه بیشتر فکر کنه. به یاد بیاریم که فکر کردن در واقع تعامل بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت به هدف بازیافت و ذخیره معلوماته که منجر به یادگیری ماندگار میشه. یکی از عواملی که باعث میشه دانش آموز به موضوع مورد یادگیریش فکر کنه اینه که معلم سطح یادگیری رو با توجه به توانایی‌های دانش آموز نسبتاً دشوار و تا حدی چالش برانگیز قرار بده. در بکارگیری این روش، اطلاع از توانایی‌های هر دانش آموز در طراحی دشواری مطالب مورد آموزش بسیار با اهمیته. چرا که تنها دشواری‌هایی که منجر به پردازش‌های عمیق‌تر در ذهن میشن مفید هستند. اما دشواری‌هایی که موجب ناامیدی فرد بشن بسیار زیان‌آورند. این قسمت رو با اشاره گذرا به موضوع بسیار مهم نحوه سنجش کیفیت یادگیری که از تاثیرگذارترین عوامل در اتخاذ روش‌های آموزشی توسط معلم و روش‌های یادگیری توسط دانش آموز هست به پایان میبریم. واضحه که اگر ملاک سنجش سرعت عمل و ارزیابی مقطعی دانش آموز باشه، سیستم آموزشی متشکل از معلم و دانش آموز انگیزه‌ای برای بالا بردن سطح یادگیری و طولانی کردن اثر یادگیری از خودش نشون نخواهد داد و به روش‌های میانبر برای حل مسئله و به حافظه سپاری موقت مثل مطالعه شب امتحان روی خواهند آورد.